از همین لحاظ برادر در همین دو راه یعنی بگیم حسد ورزیدن زیانی نداره. ولی شیخ سعدی را بین که حسد در چی میبره؟ چرا ما در محفل خیر نبودم؟ چرا ما پند نصیحت گوش کرده نتونستم؟ ما بر همین اهل مجلس حسد میبرم یا حسرت میبرم. دویم چیزش حسرت. حسرت هم به همین معنی که ای کاش مقصد فلان جا نمیرفتم و همین محفل ای دست نمیرفت. حسرت میخوره، پشیمان میشود. برادرای عزیز، برای چی بین این معلومه که در زیر این محفل چی خیری وجود داره، چی نیکی وجود داره. حالی حضرت جلال الدین رومی برای چی میگه؟ نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم گردی فتا. برادرای عزیز، حقیقتا این محفل ها انا همو شرفی که یا همو بگیم که وقار حیبتی که باید در مردک باشه، در همین خیل محفل ها همونها بیدار می شود. در همین جا همون شجاعت و غیرت های ما پیدا می شود. همین مردک های را که ما در تاریخ می خوانیم چی خدمت های در راه دین کردن، چی جانبازی های در راه دین کردن، چی جان فدایی های در راه دین کردن، خواه زن باشه خواه مرد، همه اینا از کجا؟ از شنیدنی ها شیدگی. زین لحاظ برادرای عزیز در اینجا چی هست؟ حسد. میگم من حسرت حسد برای نمی محفل میبرم. بعد اشاره میکنم میگه آنها که در بهار و صحرا نمیروند بوی خوشی ربیع برایشان محرم است. آخی و آدمی که بهار در صحرا نروه، بهار چی میدونه؟ بهار چیه؟ از اگر در بهار ما و شما می دشت بیابان در نبرویم، این صنعت خدا را، این زیبایی هایی را که الله در این ماهش برای بیننده آماده میکنه، وقتی نگردیم نبینیم چی میدونیم بهار چیه؟ برای چی بسیاری وقتا در مردم ما افتخار میکنن که ما خدا را شکر در وطنی داریم که 4 فصل داره. ولی بسیاری دنیا ده هست که بیچاره بغیر همین تیرما و زمستان دیگر ندارن بهار. از شیخ سعدی این محفل ما را نسبت به بهار میته. آنها که در بهار به صحرا نمی روند بوی خوشی ربیع برایشان محرم است. میگه رنگ ماه محرم چه خیلی که در ماه محرم اهل تشیع شیعه ها برای امام حسین ماتم میگیرن کو، میگه برای آدمایی که قدر ای را نمیدونن در این خیل محفل که بیان ماتمشون میزنن، بسیار غمگین میشوند، بسیار ناراحت میشوند. ولی میگم من اینا نسبت به بهار میتونم ایجاد میگم من هم یک بهترینی گویم زیبایی ها را من در اینجا تصور میکنم. حقیقتا همین نیاخی. وان سنگدل که دیده بدوز از روی خوب، پندش مده که جهل در او نیک محکم است. آرام نیست در همه عالم به اتفاق، گر هست در مجاورت یاری محرم است. میگم یک آدمای هست در دنیا که این دنیا تقصیر همه محب این محفل نمیشود، همه محب عالم و قاری و دانشمند نمیشود. دنیا تقصیر از آدمای با سنگدل هم خالی نیست. آخی میگن نه گل به خار میروید در این باغ، ببین نه گل به خار میروید در این باغ، ملال بلبلان از دغدغه زاغ. این دنیا ده هم گلای هم خار، هم بلبلای هم زاغ. دنیا را به این میگه تصور کرده نمیشود. لیکن حضرت میگه دیدین که یگان آدم بسیار آدمی سنگدلای، آدمی هست که به قدر این صحبت نمیرسه هیچ وقت علم در پیش او ضایع نکن.
حیف برای اوی گپا، حیف. بابای مولا شریف خدا رحمت کنه استادی ما را میگو رمز آشنای این معنی هر خیرسر نباشد، طبع سلیم فضل است ارث پدر نباشد. با جاهلان نباید ارزی سخن نمودن، جای گوهر فروشی بازار خر نباشد. با جاهلان بین نباید ارزی سخن نمودن، ارزی سخن در اونا نکو. برای چی؟ جای گوهر فروشی بازار خر نباشد. نخواه گوهر در بازار خرفروشا برای تو گوهر بفروشی. از همین لحاظ یعنی هیچ وقت میگه شیخ سعدی میگه صحبت در پیش اینا حیف نکن. هیچ وقت هیچ سیقل خودش میگه شیخ سعدی هیچ سیقل نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد، چون باید اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشد چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. بعد از فطرت چون میگه که آرام نیست در همه عالم به اتفاق، گر هست در مجاورت یاری محرم است. همیایی که میگه نفرت دارن کو، دوست نمیدارن، شنیدن نمیخواهن، میگه اینها آرامیش ندارن. آرام نیست در همه عالم به اتفاق، همیان ندارن آرامیش. اینمی حاضر شما ببین بعضی همینجا برادرای هست که ممکن اکثریت شما، ممکن همه شما بسیار باید دقت گوش کردیستین. همون آرامی که میگن همون آرامی رو شما پیدا کردید. میگه اینها آرام نیستن برای که در همین محفل ایاد همین درنشا میگه همین رنگ همون کسری قنده که میخرد درنتا همین خورده سای درنشا چکار کنم ای چی بلا بدی کجا ماما این خوردگی من زهر تنم شید گفته. میگه این آرام نیستن، گر هست در مجاورت یاری محرم است. میگه اگر آرامی هم پیدا کنن در بر همون رنگ خودش آدم آرامی پیدا میکنن، دیگر در غیر همجنسی خودش پیدا میکنه آرامیش. اگر رنگ خودش کسی باشه دیگر در غیر اونها میگه یا آرامی ندارن. کمال